بسم الله الرحمن الرحیم. شرح خطبه های نهج البلاغه شریف، جلسه چهارم، توسط آقای مسعود ادیب در کانون توحید کانادا. امروز یک شنبه مورخ 16 شهریور ماه 1404 شمسی، 14 ربیع الاول 1447 قمری و 7 سپتامبر 2025 میلادی. با ذکر صلوات به استقبال بحث می‌رویم. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على خب، خطبه اول نهج البلاغه شریف رو با هم مرور می‌کردیم و می‌خواندیم. رسیدیم به اینجایی که می‌فرماید اول الدین معرفته. اول دین معرفت خدای تبارک و تعالی است. در جلسه گذشته عرض کردیم که منظور از دین چیست و نهایتاً واژه دین از کجا آمده. فعلا وقتی میگیم دین یعنی همین نظام اجتماعی، نهادی که ما رو به اطاعت مطلق از خدای تبارک و تعالی فرا می‌خواند و تسلیم در مقابل امر او و فرمان او رو از ما مطالبه میکنه. ولی اینجا وقتی میفرماد اول الدین معرفته، یعنی اول قبول دین، اول پذیرش دین. یعنی ما یه وقت دین رو به عنوان نهاد اجتماعی و یک نظام عملی، معرفتی، رفتاری نگاه میکنیم. یه وقت دین وقتی میگیم به معنای تدین، دین شخصی، نحوه ورود شخص ما به دین، این رو به این معنا دین رو میگیم. یعنی یه وقت دین رو به عنوان نهاد بهش نگاه میکنیم، یه وقت دین رو به عنوان آنچه خود ما به اون ملتزم شده ایم و پذیرفتیم، که بنابراین به نظر میاد با توجه به اینکه معرفت، منظور در اینجا معرفت شخصی انسان هست، اینجا دین هم به معنای تدینه، یعنی دین ورزی هر کسی، ملتزم شدن به دین. اولین گامش معرفت اوست. معرفت او ضمیرش برمیگرده به همون اللهی که از اول خطبه با حمد او آغاز شده. الحمد لله الذی لا یبلغ مدحته القائلون. این اللهی که در خطبه با حمد او آغاز شده میفرماید که اول الدین معرفته، اول دین معرفت اوست. پس شناخت او، معرفت او اول دین داریست. طبیعی هم است اگر ما قرار است که نسبت به خداوند حالت پذیرش و تسلیم و انقیاد داشته باشیم، تابع امر او باشیم، سر در فرمان او بگذاریم، باید بدونیم سر در فرمان چه کسی داریم میگذاریم، تابع چه کسی هستیم، تا بعد بفهمیم مثلا چرا باید تابع او باشیم، فرمان بردار او باشیم و تسلیم امر او باشیم و الی آخر ماجرا. اول الدین معرفته. آیا معرفت با علم فرق میکنه؟ بعضی از شارحان اینجا باز بحث کردن که علم و معرفت فرقش اینه که مثلا معرفت یعنی بازشناسی، چیزی که قبلا میدونستیم بعد مثلا یادمون رفته، اینو بهش میگن معرفت. و چون ما گویی یک شناخت فطری نسبت به خداوند تبارک و تعالی داشتیم و ممکنه اون رو از یاد برده باشیم، لذا ازش تعبیر به معرفت کرده. یا بعضی دیگه گفتن که علم یک نوع شناختی است که درش احاطه وجود داره و ما چون شناخت با احاطه به خدای تبارک و تعالی نداریم، اینجا تعبیر به معرفت کرده. و تقسیمات دیگری که حالا میتونه هر کدوم از اینها درست باشه، ولی اگر به ریشه واژه بخوایم برگردیم،
ریشه واژه علم از علامت میاد. اصلا گفت در به اصطلاح یکی از بهترین کتاب هایی که ریشه واژه ها رو بررسی میکنه کتاب معجم و مقاییس لغه ابن فارس هست. در علم میگه اصل واحد یدل علی اثر الشیء بالشیء. میگه علم یک معنا بیشتر نداره و اون اثر گذاشتن یه چیزی رو چیزی دیگه است. علامت از همین میاد. علامت یعنی نشان گذاشتن، اثر گذاشتن، نشاندار کردن. علامت و علم و همه اینا از همین میاد. علم هم در واقع اثری است که موجود خارجی بر ذهن ما میگذاره. معرفت، ایشون میگه معرفت 2 تا ریشه داره، 2 تا معنی اصلی داره. یکی پشت سر هم آمدن 2 چیز، پیوستگی و پشت سر هم آمدن متصل 2 چیز که ما میدونید به یال اسب و یال شیر و اینا میگن عرف، که عرف زبو از تعمیرم داره که مردم مثل عرف زبو ریختن دور بر من، چون یال موهای به هم پیوسته و کاملا در هم فرو رفته است. و یکی دیگه یعنی سکون و طمأنینه، آرامش، که عرف به معنای بوی خوش و عطرم از این میاد، چون بوی خوش رو که میشنوه آرامشی پیدا. معرفت به معنای دانستن یا دانش هم از همین ریشه است، چون انسان نسبت به چیزی که ناآشناست یه نوع وحشتی داره. لذا به نظر میاد بهترین ترجمه معرفت در زبان فارسی میشه آشنایی در مقابل غریب بودن. شما نسبت به چیزی آشنا هستید، نسبت به چیزی غریبه. آدم وقتی نسبت در یه چیزی نسبت به چیزی غریب ناآشناست، یه نوعی وحشتی، یه بیقراری در مقابل هر چیز ناآشنای انسان داره، در مقابل هر چیز ناشناخته‌ای داره. ولی شناخت به معنای آشنایی یه آرامشی به انسان میده. شاید به این معنا بهترین معنای معرفت میشه آشنایی. خب میفرماید اول الدین معرفته، گام اول در دین اینه که ما با خدا آشنا بشیم، آشنایی پیدا کنیم. چجوری میشه با خدا آشنا شد؟ آشنایی ما با هر چیزی از 2 طریق مستقیم و غیر مستقیم صورت میگیره. آشنایی مستقیم از طریق مواجهه است. ما با هر چیزی که مستقیما مواجه بشیم آشنایی حاصل میشه. شما فرض کنید که افرادی که از انسانها رو که میبینید باشون همنشین میشید، هم سخن میشید، خب کم کم آشنایی حاصل میشه. ما عزیزانی که الان در خدمتتون هستیم خب سالهاست همدیگر رو میبینیم، با هم گفتگو میکنیم، هم سخن میشیم، با هم آشنا شدیم. حالا یه فردی رو شما تا حالا ندیدید، کسی میخواد اونو به شما معرفی کنه تا با او آشنا بشید، چیکار میکنه؟ شروع میکنه پاره از اوصاف او رو برای شما بیان میکنه. یا آدمی است، یا اوصاف ظاهریشو میگه، با این قیافه، با این قد، با این بالا، با این هیکل، با این رنگ پوست، با این رنگ چشم، با این ویژگی های جسمانی. اگه لازمه با اوصاف ظاهریش آشنا بشید، اگر لازمه که با اوصاف باطنیش آشنا بشید، با این خلقیات، با این روحیات، با این شخصیت، با این منش، این میشه آشنایی غیر مستقیم از طریق ویژگی ها و اوصاف. خب ما خدا رو چگونه میتونیم باش آشنا بشیم؟ یک راهش مسلماً آشنایی غیر مستقیمه که همین کار رو حضرت امیر کردن در عبارت قبلی: فطر الخلائق به قدرته و نشر الریاح به رحمته و وتد به صخور میدان ارضه. اونی که آفرینش رو ایجاد کرده، اونی که بادهای رحمت رو میفرسته، اونی که با کوهها زمین رو از جولان و اضطراب و حرکت بیمورد باز داشته و همه آنچه در واقع در
بیان رحمت خدا و نعمت خدا و فضل خدا و عنایت خدا به بندگان گفته میشه، این میشه آشنایی از طریق غیر مستقیم. آیا میشه آشنایی از طریق مستقیم، از طریق مواجهه هم با خداوند داشته باشیم؟ خب جماعت زیادی از ابناء بشر گفتن میشه، کتاب‌های آسمانی هم گفتن میشه. قرآن کریم می‌فرماید سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. ما نشانه‌های خودمون رو هم در آفاق ارائه خواهیم کرد به بندگان یا ارائه کرده ایم به بندگان و هم در انفسشون، در جانشون. این که قرآن اینقدر تاکید داره که خداوند به شما گوش و چشم و دل داده، این فؤاد، خدا به شما سمع و بصر و فؤاد داده. خب گوش و چشم به درد آشنایی غیر مستقیم میخوره، گاهی هم به درد آشنایی مستقیم میخوره. البته ما با خداوند از طریق گوش و چشم آشنایی مستقیم نمیتونیم پیدا کنیم، ولی با فؤاد چی؟ به نظر میاد با فؤاد میشه با خداوند آشنایی مستقیم پیدا. منتها آشنایی درجات و مراتبی داره دیگه. شما یا آدمی رو ممکنه که حالا مثلا این روزا که آدم‌ها از طریق فضای مجازی با هم آشنا میشن، گاهی وقتا میبینید که حتی قیافه هم نمیبینن دیگه، یعنی طرف عکسی هم که گذاشته جعلیه یا یک عکس منظره‌ای گذاشته یا اوتاری برای خودش گذاشته، اصلا مطمئن نیستی، ممکنه 2 هفته باش حرف میزنی هم نمیدونی زنه یا مرده. ولی تو ضمن گفتگو کردن کم کم یه چیزایی از شخصیت طرف دست آدم میاد. اون رگه های از فهم و بیگانه زدایی، اون رگه های از قربت زدایی که اتفاق میفته، اون میشه آشنایی. قدم اول تو دینداری اینه که ما دنبال آشنایی با خدا باشیم. ما معمولا دینداری رو از اینجا شروع نمی کنیم. بچه همون هم که میخوایم دیندار کنیم از اینجا شروع نمی کنیم. اول همه شروع میکنیم اسم اماما رو حفظ کن، 4 تا سوره حفظ کن. خودمون هم ریش سفید شده اما هنوز آشنا نشدیم این خدایی که داریم راجعش صحبت میکنیم مثلا از چه جنس موجوداتی هست، چه سنخی هست، چی هست. و تو باغ نیستیم هنوز، چون دین رو بیشتر همون نهاد و دورش گردیدیم و به شکل نهادی بهش نگاه کردیم که خود من وارد یک فضای ایمانی بشم، خود من یه ارتباط ایمانی برقرار کنم. خیلی تو باغش نبودم دیگه. ولی حضرت میفرماید اول این اینه که معرفت پیدا کنی، آشنایی پیدا کنی. حالا شما البته عرض خواهم کرد به شارحان محترم که مراجعه کنید، همه بحث رو جنبه فلسفی و کلامی خیلی متقن و قشنگ و خوبی بهش دادن، خیلی هم عالیه، خیلی هم زیباست، ولی یه ایرادی داره که حالا آخرش عرض خواهم کرد. اول دین معرفت، اول دینه که باش آشنا بشیم و کمال و معرفتهی التصدیق به، کمال معرفت او وقتی بخواد این آشنایی به تمام و کمال برسه چیه؟ اینه که او رو تصدیق کنید. خب یعنی چه او رو تصدیق کنید؟ از اینجا بعد نیست که یک توضیح بدم راجع به اول اینکه شارحان محترم چی فرمودن. شارحان محترم چی فرمودن؟ خیلی از شارحان گفتن که اون معرفت اجمالیه، این تصدیق معرفت تفصیلیه. اون معرفت اصل شناخت، این تصدیق ایمان و باوره. اون معرفت شناخت ذهنی، این تصدیق شناخت قلبیه. اینا انواع تفسیرهایی است که کردن. شناخت قلبیه. اون معرفت باور
غیر مستقر در جانه، این تصدیق باور مستقر در جانه، باوری که تمام وجود انسان رو فرا گرفت. بعضی هم دیگه خیلی خیلی منطقی کردن مسئله رو. ما تو منطق یه مفهومی داریم به نام تصور، یه مفهومی داریم به نام تصدیق. میگن هر جمله‌ای که یه معنایی داشته باشه، اصطلاحاً بهش گزاره میگن تو منطق، از یه اجزایی تشکیل شده. مثلا وقتی شما میگید که این کاغذ سفید است، این کاغذ میشه موضوع یا نهاد به تعبیر ادبیش، به تعبیر منطقیش موضوع، سفید میشه محمول، یا سفید است به تعبیر ادبیش میشه گزاره. این کاغذ میشه موضوع، سفید میشه محمول. میگن در جمله این کاغذ سفید است، شما دو تا تصور اول دارید، یکی تصور کاغذ، یکی تصور سفید. این دو تا تصور رو وقتی که تبدیل میکنید به یک حکم، بر اساس این دو تا تصور یه حکم صادر میکنید. نه فقط دو تا تصور رو کنار هم میذارید، حکم میکنید به این که صفت سفیدی برای کاغذ حاصل است، به این حکم میگن تصدیق. اینو تو منطق میگن. خب میگن که بعضی از شارحین گفتن تصدیق اینجا همون منظور تصدیق منطقیه. یه وقت شما تصوری از خدا دارید، یه وقت حکم به وجودش میکنید. یه وقت فقط اینه که تصوری دارید که خدا کیه، خدا چجور موجودیه. یه وقت حکم به وجودش میکنید که بله این خدایی که با این اوصاف در ذهن من هست واقعا وجود داره، تحقق داره. وقت برای حکم به وجودش باید استدلال کنید، برهان بیارید. انواع براهینی که برای اثبات وجود خداوند اقامه شده که به 4-5 دسته عمده تقسیم میشه، در هر دسته، در بعضی دسته ها 8-9 برهان قرار میگیره، تو بعضی دسته ها 2 برهان، تو بعضی دسته ها فقط 1 برهان. و مجموعاً 27 نوع برهان، 28 برهان اصلی مهم برای اثبات وجود خدا در به اصطلاح فلسفه و کلام مطرح شده. میگن که این برهان ها در واقع برای اینه که ما به تصدیق برسیم، یعنی به این حکم و اذعان و قبول برسیم که اون خدایی که تصورش میکردیم واقعا وجود داره و تصدیق به وجودش کنیم. بعضی از شارحان هم گفتن که منظور اینه. پس اول الدین معرفته و کمال و معرفته التصدیق به، یعنی اول دین اینه که تصور درستی از خدا داشته باشیم و کمالش هم اینه که وجود او رو تصدیق. این حرف درسته، ولی منظور امیرالمومنین اینه؟ چون یه بحث مهمی که وجود داره اینه که ما اینجا دنبال اینیم که یه حرف درستی رو بر اساس این کلمات بگیم، یا دنبال اینیم که بفهمیم منظور و مراد امیرالمومنین چی بوده. باز اینجا یه پرانتزی من باز کنم. میدونید در تفسیر متن 2 تا دیدگاه وجود داره. یه دیدگاه میگن که اصلا تفسیر متن یعنی فهمیدن قصد و منظور و اصطلاحاً مراد اون کسی که متن رو پدید آورده، پدید آورنده اثر. اصلا هر متنی، حالا میخواد متن ادبی باشه، میخواد متن فلسفی باشه، میخواد متن دینی باشه، میخواد هر متنی میخواد باشه، فهمیدن متن یا تفسیر متن یعنی کشف مراد صاحب متن. یعنی معنی فهمیدن متن اینه. عده دیگه میگن نه، مهم نیست مراد صاحب متن چی بوده. ممکنه این متن یه چیزایی توش باشه، یه دلالت‌هایی توش باشه، یه نکاتی ازش فهمیده بشه که خود صاحب متن نمیفهمیده، یا اصلا در ناخودآگاه او بوده، خودش توجه نداشته چی داره میگه، یه حرفی زده، بعدیا بیان مهمتر از اون چیزی که خود اون گفته بفهمن، بالاتر از چیزی که خود اون گفته بفهمن. خود این 2 تا مکتب عمده است. اصطلاحاً به نویسنده متن اصطلاحاً میگن ماتن. ماتن یعنی ایجاد کننده متن.
کسانی قائلن به مرگ ماتن، میگن ماتن مرگو که متنو که ایجاد کرد دیگه میره دنبال کارش، ولی کاری به ماتن نداره. خب این بحث یه بحث مفصلی است در تفسیر متن. ما راجع به این بحث فعلا دعوایی نداریم، این بحث در جای خودش. اگر این بحث رو درباره متن‌های غیر قدسی فعلا بهش نپردازیم، اما در متن قدسی به نظر میاد که این بحث دیگه جا نداره. در متن قدسی به معنای متن الهی که یقینا جا نداره، یعنی در قرآن، در عهد عتیق، هر متنی که مستند به خدای تبارک و تعالی است. البته عهد جدید مستند به کاتبانه، مستند به خدا نیست. هر متنی که مستند به خدای تبارک و تعالی است. حالا ما بحث قرآن رو میکنیم، چون ما وقتی قرآن رو میخونیم میخوایم بفهمیم منظور خداوند چیه. قرآن از آن جهت که کلام خداست برای ما ارزش داره، نه از اون جهت که یک متن عربیه. بنابراین در متن قدسی مسلما آنچه ما میخوایم مثلا مراد خداونده، ولو اینکه در علم تفسیر متون رسیده باشیم به این که ما با مرگ ماتن موافقیم. اصلا میگم اونجا کاری نداریم، اون دعوا رو نمیخوام بهش بپردازیم. حتی اگر تو اون دعوا رسیده باشیم به این که ما با مرگ ماتن موافق هستیم، در فهم قرآن نمیتونیم بگیم ما با مرگ. البته یکی از مشکلات ما اینه که ماتن قرآن نمیمیره. یک کسی میگفت که یه رمز موفقیت یک اثر اینه که صاحبش بمیره، مشهور میشه، مردم علاقمند میشن، مجلس میگیرن. و اتفاقا رمز اینم که مردم به قرآن توجه نمیکنن اینه که صاحبش نمیمیره. چون صاحب قرآن نمیره که تو مردم به قرآن توجه نمیکنن دیگه. مشکل قرآن همینه که صاحبش نمیمیره. حالا علیه حال، جدا از اینکه صاحب قرآن نمیره، حی لا یموته، از اینکه بگذریم، واقعش که ما قرآن رو میخونیم تا مراد خدای تبارک و تعالی رو درک کنیم. پس در فهم قرآن هیچ تردیدی نیست که ما نمیتونیم نظریه مرگ ماتن رو بپذیریم. اینجا چی؟ اینجا بله ما دو جور میتونیم به این متن نگاه کنیم. یکی به عنوان یک متن ادبی قرن چندم؟ نه دیگه، اگه بگیم اول میشه کلام امیرالمؤمنین. اگه به عنوان یه متن نگاش میکنیم باید بگیم قرن پنجم، چون سال 400 نهج البلاغه تألیف شده. اگه بخوایم به عنوان یه متن نگاه کنیم باید بگیم یه متن ادبی قرن پنجم. اگه فارغ از امیرالمؤمنین به عنوان یه متن ادبی قرن پنجم نگاه میکنیم، وقت بریم دعوا کنیم توی نظریه تفسیر متون ببینیم به مرگ ماتن میرسیم یا نمیرسیم. اگه به مرگ ماتن رسیدیم وقت میگیم ولش کن، اصلا چه کار داریم این منظورش چی بوده. ما میگیم اینجا تصدیق یعنی همونی که تو منطق گفتن، من اینو ازش میفهمم هر چی میخواسته منظور ماتن بوده باشه. اما اگه ما اینو نه به عنوان یه متن ادبی قرن چهارم که در کتابی که نویسندهش سال 400 اینو تموم کرده، سال 408 هم از دنیا رفته آمده، بلکه اینو به عنوان کلام امیرالمؤمنین، به عنوان ولی خدا و حجت خدا داریم میخونیم، که ما با این غرض نشستیم اینو میخونیم. ما اینو به عنوان کتاب جمع‌آوری شده سید رضی نمیخونیم، ما به عنوان نقل سید رضی از کلام مولا امیرالمؤمنین علیه السلام داریم میخونیم. بنابراین باز برای ما مهم اینه که اراده امیرالمؤمنین چی بوده، مقصود امیرالمؤمنین چی بوده. خب اگه اینو قبول کردیم که پس ما دنبال مراد امیرالمؤمنین هستیم، این مقدمه اول اگر پذیرفتیم، حالا میریم سراغ مقدمه دوم. امیرالمؤمنین علیه السلام این سخنان رو هر وقت فرموده قبل سال 40 فرموده، چون سال 40 شهید شده. بالاخره هر وقت فرموده قبل سال 40 فرموده. تا قبل از سال 40 این نکته هم بگم، امیرالمؤمنین به زبان مردم روزگار خودش حرف میزده دیگه. امیرالمؤمنین که نمیتونه به زبان مردم 200 سال آینده حرف بزنه. حالا ضمن این که نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم که پیغمبر اکرم ازشون نقل شده فرمودن، و آیه قرآن که و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، و امیرالمؤمنین هم ادامه دهنده سنت پیغمبره و اصلا وظیفش اینه که با مردم به زبان خودشون حرف بزنه، رسالتش اینه. اصلا نامعقوله که یه آدمی به یه زبانی حرف بزنه 200 سال دیگه فهمیده بشه.
لااقل مخاطبان امیرالمومنین ازش یه برداشت اولیه درستی داشتن. حالا ممکنه شما بعدا هم یه الهاماتی از این بگیرید. خب اینم مقدمه دوم. پس مقدمه اول ما دنبال مراد امیرالمومنین هستیم. مقدمه دوم امیرالمومنین به زبان مردم روزگارش حرف میزده. مقدمه سوم این معنای از تصدیق که در منطق به کار میره تو قرن اول اصلا تصدیق به این معنا به کار نمیرفته. ما جلسه قبل راجع به واژه وجود اینا یادتون باشه عرض کردیم و خیلی واژه های دیگه گفتیم. اون ذیل دعای عرفه که کیف یستدل علیک بما هو فی وجوده مفتقر الیک قطعا نمیتونه مال امام حسین علیه السلام باشه، چون این واژه اصلا از قرن سوم به معنای هستی به کار رفت. حالا سند تاریخی هرچی میخواد بیارید به جای خودش، ولی اصلا از نظر واژگان نمیتونین مال امام حسین علیه السلام باشه. کما اینکه فللعوام ان یقلدوه قطعا نمیتونه مال امام معصوم باشه، چون امام با واژه تقلید خیلی متأخر از این به معنایی که امروز ما به کار میبریم به کار رفته. بنابراین پیداست این متنهای متأخری هستن. مثل که الان فرض کنید شما یه متنی از عرض میکنم که 200 سال پیش پیدا کنید، یه کسی به مثلا امیرکبیر گفته آقا این مطلب باطل در روزنامه کاغذ اخبار آمده چیکارش کنیم؟ ایشون گفته باشه شیفت دیلیتش کنید. نمیشه آخه شیفت دیلیت که زمان امیرکبیر نبوده که. اون معلومه این متن یه آدمی که حواسش نبوده بعداً ساخته. امیرکبیر که نمیتونه بگه شیفت دیلیت کنید، معنی نداره. بعد بگین آقا امیرکبیر خیلی زبان بلد بوده، خارجی بلد بوده، میتونسته بگه. آقا ربطی به امیرکبیر نداره، زبان اون روزگار نیست اصلا. بنابراین این که بعضی بزرگان فرمودن که تصدیق معنی تصدیق منطقیه، خیلی حرف دور از ذهنی به نظر میاد. کمال و معرفتی از تصدیق و به تصدیق مصدر باب تفعیل، یعنی نسبت دادن صدق به چیزی. صدق در زبان عربی فقط به معنای راستی نیست. هر چیزی که در جای خودش قرار میگیره ازش تعبیر به صدق میشه در زبان. مثلا شمشیری که خیلی تیز و برنده و محکم و قوی است و تو میدان جنگ خوب کار میکنه میگن سیف صادق. صبح دو تا صبح داریم دیگه، یه صبح کاذب داریم، یه صبح صادق. صبح کاذب اون وقتی که واقعا هنوز صبح نشده، یه سفیده عمودی در میاد، وقتی سفیده پهن میشه میشه صبح صادق، یعنی حقیقی، واقعی. هر چیزی وقتی اون واقعیتش تحقق پیدا میکنه میشه صبح، میشه صادق. صادق پس فقط معنای راست در گزاره نیست. تصدیق فقط به معنای راست پنداری گزاره نیست. حکم به درستی گزاره نیست. این چیزی که بعداً به کار رفت. تصدیق یعنی به واقعیت یه چیز رو منسوب کردن. کمال معرفت خدا اینه، کمال معرفت خدا اینه که او رو تصدیق کنی، یعنی واقعیت وجود او رو بپذیری، حضور او رو تو زندگیت بپذیری. اون آشنایی رو صدق، صفت صدق بهش نسبت بدی، اون آشنایی رو واقعی تلقی کنی. شاید بشه اینجور گفت، شاید بشه، حالا من فهم قاصر خودم رو میگم، خدا کمک کنه یه چیزایی بفهمیم. برای همه ما، برای همه انسان ها گاهی وقتا یه جرقه هایی از اون حقیقت بینام و نشان در زندگی آشکار شده. اون تو خیلی از ما اونا رو جدی نگرفتیم، چشم برش بستیم، از کنارش گذشتیم. کمال معرفت اینه که اونو تصدیق کنیم، جدی بگیریم، حقیقی به انگاریم، اذعان به حقانیتش کنیم. و کمال و معرفته التصدیق و به، اون آشنایی رو به صدق بپیوندیم، اون آشنایی رو
حقیقی بینگاریم. اگر این متن مال امیرالمؤمنین علیه السلامه و مال قرن اوله، هرچه به معنای لغوی و معنای متعارف فهم مردم اون روز نزدیکتر بشیم، به نظر میاد به مراد امیرالمؤمنین نزدیکتر شدیم. و کمال و تصدیق بهی توحیده. خب کمال تصدیقم اینه که او رو یگانه بنگاریم. باز اینجا بسیاری از شارحان محترم، علمای اعلام، بزرگان، از ابن ابوالحدید معتزلی بگیر تا بزرگان معاصر، گفتن بله اگر شما براهین اثبات وجود خدا رو خوب بفهمید، خود به خود توحید هم از این براهین در میاد. چون وقتی برهان اثبات کردید که خدا واجب الوجوده، از خود وجوب وجود توحید هم فهمیده میشه که حالا دیگه براهینش مفصله و انصافا هم درست میگن. یعنی حرفی که میزنن درسته ها، هیچ شکی نیست، یک سر سوزن شکی در درستی حرفشون نیست. از اگر شما برهان وجوب و امکان رو، برهان صدیقین رو، صدیقینی که سینوی یا امکان بر اساس امکان وجودی، مفهوم امکان در واقع مبتنی میشه، یا صدیقین ملا صدرا که بر امکان فقری و وجودی مبتنی میشه، اینها رو اگر هر کدوم اقامه کنید و درست تحلیل کنید، خود به خود توحید هم از توش در میاد. یعنی به سادگی میشه توحید ازش فهمید. گفتن ببینید پس کمال تصدیق یعنی اگه برهانت رو خوب و کامل و درست اقامه کنی، اینه که توحید او رو هم بپذیری. خیلی خوب. اما اگه گفتیم که نه، اینا ادبیات قرن دوم و سوم به بعده، کمال تصدیق توحیده یعنی چی؟ خب خیلی از مردم مشرک یه شناخت اجمالی از خدا دارن، تصدیقش هم میکنن، منکر نمیشن، اما اون خدای شناخته شده ای رو که قبولش هم دارن، ناتوان از این میدونن که بتونه با انسانها ارتباط برقرار کنه، ناتوان از این میدونن که خودش به تنهایی بتونه جهان رو اداره کنه. حالا ناتوانیش نه این که از ضعفشه، از عظمتشه، اینقدر بزرگه که نمیتونه در عالم دخالت کنه. بعضی فیلسوفان یه حرفایی میزنن این بو ازش میاد ها، کاری نداریم. لذا قائل شدن به واسطه، به رب، به شریک، به ارباب متفرقون. اگه واقعا اون آشنایی رو تایید کردی و تصدیق کردی، باید یک شناس هم باشی، باید غیر او کسی دیگر رو نپذیرید. اگه واقعا این آشنایی به گواهی دلت رسیده، تاییدش کردی، پذیرفتیش، راست پنداشتیش، باید یک شناس بشی. فقط یه نفر رو تو عالم صاحب این درجه و مرتبه بدونی. دین اینجوری درست میشه که فقط با یه نفر این ارتباط آشنایی رو برقرار کنی، یه نفر رو اینجوری تایید و تصدیق کنی، با یک نفر این مرتبه از آشنایی و تایید رو بتونی برقرار کنی. و کمال و تصدیق بهی توحیدو، یکتا دانستن اوست. و کمال و توحیدهی الاخلاص له، کمال توحیدش هم اینه که برای او اخلاص قائل باشی یا اخلاص بورزی. دو جور میشه اینجا معنا کرد. مفسرین هم گفتن، یه عده گفتن اخلاص بورزی، اخلاص له یعنی رفتار خودت رو، اندیشه خودت رو، زندگی خودت رو برای او خالص کنی. الاخلاص له یعنی خلوص خودت برای او، تمام وجودت و شخصیتت فقط برای او باشه، عملت خالصا برای اون باشه، شرک عملی نداشته باشی. یه عده گفتن که نه، اینجا چون قبلش و بعدش همه در مسائل نظری داره حرف میزنه، نمیتونه این اخلاص وسط یه دفعه مسئله عملی باشه. به نظرم اینجور میاد سیاق هنوز بحث نظریه، کاملا نظریه، عملی نیست. و کمال و توحیدهی الاخلاص له،
چون بعدم میفرماد و کمال الاخلاص له نفی و صفات عن، لذا نمیتونه این اخلاص و نفی و صفات هیچ ربطی به هم نداشته باشه. اخلاص عملی ربطی به نفی صفات نداره، اون اخلاص نظریه که ربطی به نفی صفات داره. خب اخلاص عملی یعنی چی؟ اخلاص عملی یعنی این که او رو منزه و خالص از هر نقص و عیبی بدونی، به خلوص مطلق او قائل بشی. توحیدش یعنی برای او هیچ شریکی قائل نباشی. اخلاص او یعنی او رو خالص و منزه از هر گونه جزئی و شائبه‌ای بدونی. میدونید در اصطلاح کلامی میگن ما یه احدیت داریم، یه واحدیت. خدا هم واحد است هم احد. واحد یعنی یه دونه است که دیگری نداره. احد یعنی بسیطه، جزء نداره، از اجزا تشکیل نشده. در واقع یه توحید خارجی داریم، یه توحید داخلی. توحید خارجی یعنی خارج از وجود مقدس او هیچ شریک و مانندی برای او نیست. توحید داخلی یعنی در ذات مقدس او هیچ ترکیب و تعددی راه نداره. بنابراین اگر اینجور باشه حضرت داره به این هر دو اشاره میکنه. منتها اصطلاح توحید احدی و توحید واحدی بعداً آمده. حضرت داره به در واقع بیان خودش و اصطلاح مردم خودش توضیح میده که کمال تصدیق اینه که او رو یگانه بدانی، براش هیچ شریکی و همتایی قائل نباشی، و کمال این اینه که او رو خالص بدانی، به خلوص مطلق او قائل باشی، یعنی در او هیچ گونه تعدد و ترکیب و عرض میکنم اجزایی قائل نباشی. و کمال الاخلاص له نفی الصفات عنه، کمال اخلاص او اینه که صفات رو از او نفی کنی. خب این نفی صفات یه بحث خیلی مفصلی داره، چون مقدمه مفصلی من باید درباره صفات عرض کنم و بعد به این بحث بپردازم. فکر میکنم دیگه امروز نرسیم، امروز 40 دقیقه تقریبا در خدمت سروران بودیم، خودش شاید یه 20 دقیقه فقط مقدمش طول میکشه، وقتی خیلی به درازا میکشه و موجب خستگی دوستان خواهد شد. فعلا اجازه بدید به همین مقدار اکتفا کنیم. این نفی و صفات انشالله بمونه برای جلسه بعد. ممکن است دوستان هم نکاتی داشته باشند بخوان بفرمایند و استفاده کنیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فرمودن که یکی از دوستان حاضر در فضای مجازی میگن امکانش هست جلسه هر هفته باشه. دو تا نگرانی داریم. یکی از تنبلی خودمون نگرانیم، چون یه ذره خلاصه هر هفته تدارک کردنش یه ذره مشکل میشه. یکی هم که میترسیم دوستان حوصله نکنن نیان، چون این جلسه یک شنبه صبح ها هست و دوستان بالاخره یک شنبه هاشون رو میخوان گاهی وقتا یک تفریحی برن، پیکنیکی برن، مهمانی برن، و یه هفته در میون که باشه معقول تره. نمیدونم، حالا بذارید بله برای شما عصر ولی اکثریت جمعیت براشون صبح. این دوستی که اینو فرمودن ایران تشریف دارن. آقا سلام علیکم. داره تموم میشه. سلام علیکم و رحمت الله. مخلصیم، حال شما خوبه؟ ببخشید وسطای فرمایشاتون بود جسارت نکردیم که عرض ادب نشد. خواهش میکنم، لطف دارید، در خدمتتون. خوشحال زیارتتون. ما که آقا شیفته ایم، ما اونجا باشیم الان که میگن قدر نعمت رو که الان بیشتر میدونیم. ای کاش اونجا بودیم و سراپا. حالا کی تشریف میبرید؟ والا چی بگم، همیشه دوستان وقتی میان میگن که رفتنت با خودت میدونیم، برگشتنت با خودت نیست، با خداست. قرار بوده هفته پیش خدمت شما باشیم، به تعویق افتاده. حالا احیانا یه 10-15 روز دیگه خدمت شما. عمری باشه ان شاء الله. چشم، این که هر هفته بشه هم اجازه بدید بررسی میکنیم، شاید هم هر هفته شد تا ببینیم خدا چی میگه. البته این پیشنهاد از جانب بنده نبود، دوستان فکر نکنن ما تهران هستیم ما این پیشنهاد. نه از جانب شما نبود. بذارید اگر سوالات موضوعی هست، چون داره هنوز ضبط میشه، سوالات موضوعی اگر هست دوستان مطرح کنن. سوالات خارج از موضوع رو بعد از پایان ضبط در خدمتتون هست.
بفرمایید. این حالا چون من میترسم ذهنم خیلی اذیت میشه تا جلسه بعد، این صفات با اسماء الله فرق داره؟ اینو باز در حد 5 سال توضیح بدید. در حد 5 ساله فرق نداره. در حد 5 ساله فرق نداره، ولی خب چرا؟ اسماء الله در واقع اون کلماتی هستند که از صفات برداشت میکنیم و بر خداوند حمل میکنیم. مثلا اگر گفتیم علم صفت خداست، عالم میشه اسم خدا. این خیلی بیان سادش. عالم میشه جز اسماء الله، یا رحمان میشه جز اسماء الله، رحمت میشه صفت خدا. این خیلی بیان ساده کلامیشه. باز توی فلسفه و عرفان یه بیانهای پیچیده تری هم از تفاوت بین اسماء و صفات وجود داره، ولی اجمالا خیلی سادش. حالا اگه اینطوری نگاه بکنی، حالا همین چی میگن چند تا جمله که حضرت فرمودن، اصلا به نظر میاد که جز تحیر کار دیگه نمیشه کرد. صبر کن خب بذار یه نقطه میشه تمام، اصلا هیچ صبر کن، عجله نکن دیگه. مطلق این باید الان بذارید ما یه هفته مقدمه باید بگیم، توضیح نه باید اصلا بدیم. صفات رو نمیگن. یعنی شما اولش هم که نگاه بکنی، اول دین معرفت، چون هی ایشون داره چیز میکنه دیگه اولش اینه معرفت، بعد معرفت میگه تصدیق، بعد تصدیق میگه که تا اینجاش که خیلی تا اینجاش خوبه، ولی همش خوبه البته، ولی همه رو میگه تا اینجاش نفی اون نه، تا اینجاش آشنایی زدایی اصلا توش نیست، هی آشنا کردنه. هی بعدش اون از اخلاص به بعد یواش یواش مثل اینکه یکم قریب میشه برای ما، یه موجودی میشه که ضمن این که باش آشنا هستیم اما با همه موجودات فرق میکنه. خب توضیح میطلبه، حالا عرض میکنم ایشان. برای همین عرض کردم که کار میبره. شما دیگه ناچاری هر جا هستی هفته دیگه آنلاین وصل بشی. حالا دیگه بالاخره کاری کردیم که ناچار بشی آنلاین وصل. آیلاند. خب اگر دوستان نکته ندارن من ضبط و قطع. خب تشکر از توجه دوستان و خدا نگهدار همه.